روزنامه فاینانشال تایمز بریتانی در راپورت که دا کو افرو روز سهشنبه بلاف کریه آماجه بوده چند کرد. هرچند ترکیه گفن را گرتن نارتنا نفت حریم کردستان کرینه و کو کارودان که برانبر انجامدان ریفراندوم سر بخویه بله نشد و بگد. هر واسه روحنجی کر انقره جروی باجا گمرک مفادر جوه هلا نفته و بویه جه که باور بگیری بود در بازبون نفته و وان سوتامنیان که جروشلات نفراست و کمپانین روسی اتنیریت در و هر واسه روزنامه بریتانی واسه زانیتن اگه اگرین دی قوت کن هنارتنا نفت حریم کردستان نراوستیتن هبونا کمپانین جهانی لی حریم کردستان که نوکدا دج کارن خو بر ندایو بر همینان نفته جی سیده کریه. هر واسه لی دیو گوتنا روزنامه فاینانشال تایمز بریتانی هفتیه که بری انجامدان ریفراندومه مازن کمپانیا شیفرونی امریکی پشتی 2 سالان کارنوی راوستیان دست به پیشکینان کریو حکومت حرمیجی کمپانین وزید دوره دا پشت راست کرینه که ترکیه نشتن نفت کردستان را بگیرید که سر جنی او قرین حلویستی و او کجم پاره که دویتن بدد چاره سری بودیت یو که دویت زیده تر 3 میلیارد دلاران که دیوژی مولود چاوشوغلو وزیر دروی ترکیه را گهاند چه اگر اکنین حتی که سنورین خود گل حریم دا بخن. افرود کنگره که روزنامه‌نویس دا وزیر دروی ترکیه را گهاند انقره خواند و هلسنگاندن با همی وان دا خازیان دکد که حکومت آنوان دا عراق داخل کرین سبارت ریفراندوم حریم جوانان جی کریاره که هف پشک دگل عراق دا. هر واسا گوجی چه اگر اکنین این بوده خصنا سنور خابور بروی حریم کردستان دا. هفدم بری هنگیشی بولنت توفکچی وزیر گمرک و بازرگانی ترکیه را گهاند بو درگه سنوری خابور وکریه بله وکی روژن بوری خاتنو چون کم کریه.